به نام خدا. مجدد سلام خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ مثنوی. چند بیتی رو هم از مثنوی بخونیم، ببینیم به داستان بعدی میتونیم برسیم امروز. داستان بعدی گریختن عیسی از احمقه. داستان عنوانش اینه. حالا من یه تبلیغی هم بکنم که انشالله برسیم به آغاز داستان بعدی، هرچند که توی مسیر رسیدنمون خیلی مطالبی هست که اگر خدا کمک کنه بتونیم این مطالب رو هم بیان کنیم و برسیم، نه اینکه فقط روخونی کنیم و رد بشیم. بیتی که جلسه پیش خوندیم بیت 2543 بود. در مورد داستان ما در مورد روزی بیرنج بود که چندین هفته است که ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. اینجا در مورد نان بی سفره مولوی صحبت کرد. گفت شما در ذهنتون، در نظرتون نان فقط همین چیزیه که آدم مثلا نون بربری و نون لواش و نون سنگکه، ولی کسانی که اهل معنا هستن چیزهای دیگه ای رو هم جزو رزق و روزی خودشون به حساب میارن. یک، و اون چیزها مثلا از جنس خیلی چیزاست. یه وقت آدم نصیبش میشه، قسمتش میشه، با یه آدم بزرگی هم نشین میشه، حتی یه لحظه نگاه یک بزرگی به آدم میفته، این از نظر اونا خیلی با ارزشه. و دوستی های پایدار، دوستی های ارزشمند، اینا همه چیزهایی که آدم ها خیلی وقتا به حساب روزی به حساب نمیارن. وقتی میگه روزی یعنی حساب بانکی، یعنی این آبر بانک من چقدر توش پول هست، یا از این جور چیزا، در حالی که اینا رو جزو روزی به حساب میارن. نوع دیگه هم هست که نان بی سفره در واقع میتونه تعبیری باشه از همون روزی بیرنج. یعنی آدم ها قاعدتاً برای توی داستانی که از فیه مافی خوندیم اگر یادتون باشه، گفت یه قواسی میتونه بره این مروارید رو به دست بیاره. اون قواس هم باید نیکبخت هم باشه. یعنی این نیکبختیه که یه وقت یه کسی خیلی تلاش میکنه، با مشقت زیاد ممکنه برسه یا نرسه. یه کسی هم ممکنه که خیلی سریع، به راحتی، به سادگی برسه. بعد حالا ببینیم که موضوع این در واقع روزی بیرنج، این روزی بیرنج چجوریه. بعد میگه که توی بیت 2544 میگه رزق جانی کی بری، یا رزق جانی کی بری با سعی و جست. میگه این روزی که از اون روزی‌های بیرنجه، از اون چیزهایی نیست که به وسیله رنج به تو برسه. درسته که گفتن هر قدر ای دل که توانی بکوش، ولی وسالش رو به کوشش نمیدن. تو برای اینکه ارادت خودتو نشون بدی، تو برای اینکه گرم باشی در رفتن، تو برای اینکه آماده باشی که اگر اون محبوب زیبارو به تو رخ نشون داد بتونی بشناسیش، در غفلت نباشی که یه وقت اون بیاد و ردش تو نباشی، تو مشغول کوشش باش، تو خودت رو گرم میکنی اینجوری. و الا به واسطه گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. به کوشش نیست، ولی تو کوشش خودت رو بکن. رزق جانی کی بری با سعی و جست. سعی و جست این جستجو، یعنی استفهام انکاریه. یعنی رزق جان رو از اون رزقهای معنوی به کوشش نیست. جز به عدل شیخ کو داوود توست. داوود توی داستان یادتونه دیگه، داوود اومد به وسیله شم باطنی خودش روزی بیرنج رو به این آدم رسوند. اون گاوه که اومده بود توی خونه و اومدن از چنگش در بیارن، به دلیل اینکه میگفتن که این گاو مردم رو گرفته کشته، داستان رو جوری پیش برد و حقیقت رو جوری آشکار کرد که معلوم شد که بابا این اصلا روزی خودش بوده، اصلا مال خودش بوده. اینجا میگه که داوود اون شیخه که از طریق او، یعنی اون مرشد روحانیه، اون انسان به کمال راه یافته است که از طریق نگاه اون آدم، اون میتونه به تو راه رسیدن به این روزی رو نشون بده.
و الا تو که مثل یک کودک نوپایی میمونی که چاه رو از راه در مسیر طریقت، در مسیر روحانی نمیشناسی، به طلب گنج میری و دچار رنج بی حاصل میشی. ولی اگر با او همراهی کنی، قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن. به قول حافظ ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. همراهی خضر راهی باید با تو باشه تا بتونی به گنج درون خودت برسی. این از باورهای پایه و بنیادین عرفا و اهل تصوفه که حتما بایستی پیر راهدانی همراه شما باشه. بعد میفرماید که نفس چون با شیخ بیند گام تو، نفس دون، نفس فریبکار که دنبال اینه که تو رو فریبت بده، تو رو به درد سر بندازه، تو رو از راه حقیقت دور بکنه، چون یعنی وقتی که با شیخ بیند گام تو، وقتی که تو ببینه همگام با یک انسان وارسته هستی، از بن دندان شود او رام تو. از ته وجود اون دیگه تسلیم تو میشه، یعنی کاری ازش بر نمیاد. میفهمه که دیگه کاری ازش بر نمیاد. صاحب آن گاو رام آنگاه شد، که از دم داوود او آگاه شد. باز دوباره برمیگردیم به داستان داوود و فقیر روزی طلب. صاحب گاو یعنی صاحب قلابی گاو از اون وقتی رام شد که فهمید که داوود فهمیده رازشو، فهمید که این آدم و داوود به قول معروف توی تیم هستن، فهمید که این آدم خودش تنها نیست که بتونه به راحتی محکومش بکنه، همراه با کسیه که نگاه عمیق و آگاهانه روحانی داره، اسراردانه. بنابراین میگه اصلا من اگر اون تنها بود به راحتی من میتونستم خلع سلاحش کنم و با اون نقشه‌ای که کشیده بودم و با اون به اصطلاح ننه من قریبن بازیایی که اونجا در آوردم به همه اثبات بکنم که آقا این گاوه مال من بوده دیگه. آقا خبر دارید شما؟ آره همه خبر داشتن. مردم عامی هم که پشت پرده این ماجرا و داستان رو نمیدونستن چیه. ولی وقتی که داوود هم اومد شروع کرد صحبت کردن، این شروع کرد گفت که آقا این چه عدالتیه؟ تو ما اومدیم پیش داوود که مثلا عدالت رو اجرا کنه. اما وقتی که داوود پرده از راز این شخص زد کنار، دیگه اون فهمید که اینجا دیگه جایی نیست که بشه با این حرفا شما کارت رو پیش ببری. مجبور شد که تسلیم بشه، کاری ازش بر نمی اومد. عقل گاهی غالب آید در شکار، یعنی آنگاهی، یعنی وقتی. عقل گاهی غالب آید در شکار، بر سگ نفست که باشد شیخ یار. اون وقتی عقل بر سگ نفست مسلط میشه که شیخ یار باشه. میگه اون سگ رو اون وقت شما میتونی ازش در شکار استفاده بکنی. یعنی نفس تو اگر شیخ همراه تو باشه در خدمت توه، در خدمت رشد توه. این نیست که نفس رو باید نابودش کرد، باید نفس رو کنترلش کرد. اما نفس رو چجوری میشه کنترلش کرد؟ بایستی در ظل و سایه عقل باشی یا در ظل و سایه عاقل باشی. با مشورت و رایزنی با کسی که عاقله تمام مشکلات نه تنها برطرف میشه، همه اون موانع به کمک تو میان، یعنی پله میشن برای رشد تو، همونایی که مانع بودن. نفس اژدرهاست با 100 زور و فن. نفس رو دست کم نگیر. اژدرهاست یعنی اژدهاست با 100 زور و فن، هم زورش زیاده هم یه عالمه فن، یعنی اینجا فریب، یعنی یه عالمه دسیسه و مکر در آستین داره. روی شیخ او را زمرد دیده کن. دیده کن یعنی دیده کننده، یعنی چشمشو در میاره، یعنی کورش میکنه. این یه باور قدیمیه
که در برابر اژدها زمرد کار میکنه. مثل این که میگن جن و بسم الله. قدیمی ها میگفتن مثلا در برابر بعضی چیزها جواب میده، یعنی میتونه محافظت کنه از تو. در برابر اژدها، گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق آن زمرد هین دفع اژدها کن. خب اینجا هم داره همینو میگه. میگه نفس تو اژدهاست، با 100 زور و فن روی شیخ او را زمرد دیده کن. یعنی روی شیخ برای او را برای او را بعضی وقتا به معنی حرف اضافه است. اینجا از اون جاهایی که را حرف اضافه است. بعضی جاها به معنی به. مثلا شما میگید پدر را گفتم، یعنی به پدر گفتم. اینجا به معنی برای است، یعنی برای او دیده کن است، یعنی چشماشو در میاره، کورش میکنه. گر تو صاحب گاو را خواهی زبون، میخوای صاحب گاو رو تسلیمش بکنی، یعنی نفس رو، چون خران سیخش کنان سو ای هرون. مثل خر که خر رو سیخ میزنن، بالاخره با زور میبرنش، خودش نمیخواد بره، به زور باید ببرش اونور. چون به نزدیک ولی الله شود، ولی الله یا ولی الله که اینجا به وزن باید بگیم ولی الله، یعنی ولی خدا. وقتی که نفس تو به نزدیک ولی خدا میرسه، آن زبان 100 گزش کوته شود. زبون میگه 20 متر زبون داره، این میگه زبون 100 گز. زبون درازش وقتی میرسه اونجا میبینه که هیچ حجت و هیچ دلیلی نمیتونه بیاره. همونجوری که وقتی که راز اون صاحب دروغین گاو آشکار شد، دیگه این دید من چی بگم دیگه. زمین رو کنده، جنازه رو پیدا کرده اینجا زیر اون درخته، چاقوی منم که اسم من روش کنده شده اونجاست. دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. آن زبان 100 گزش کوته شود. 100 زبان نو، هر زبانش 100 لغت. 100 زبان داره، هر کدوم از زبانهای اونم 100 تا لغت داره، یعنی 1000 جور ترفند و اینجور چیزا داره. زرق و دستانش نیاید در صفت. دستان یعنی فریب، زرق یعنی نیرنگ. میگه اصلا قابل تصور نیست. آخه بعضی آدما رو بهشون میگه که مثلا این کار اینجا میری مثلا اینجوری میکنی اینجوری میشه، میگه نه حواسم هست. این که میگه حواسم هست خطرناکترین چیز رو میگه، به دلیل اینکه واقعا نمیشناسیم این که در درون ما چه گودال‌ها و چه مقاک‌هایی وجود داره، چه چاه‌هایی وجود داره که انسان ممکنه که اسیر بشه در اونجا. مدعی گاو نفس آمد فصیح، 100 هزاران حجت آرد ناصحیح. 100 هزاران یعنی 100 هزار حجت و دلیل ناصحیح میاره، ولی با فصاحت. مثل این سوفسطایی ها که کارشون این بود که روز و شب نشون بدن. هوا روشنه ولی این برای تو استدلال میکنه که شبه و تو هم نمیدونی که چی باید جواب بدی، چون همه استدلالاش به قول معروف مولا درزش نمیره، دقیقه از نظر تو. شهر را بفریبد، یعنی همه مردم شهر. مجازن اینجا میگه شهر رو فریب میده، مثل این که میگه شهر در خواب رفته. شهر که به خواب نمیره که. یا باید بگی تشخیص آرایه، تشخیص جانبخشیه، یا باید بگی که مجازه. مجاز یعنی شما یه جایی رو میگی ولی منظورت مردم اونجاست، مردم یه ظرفی رو میگی، منظورت اون چیزیه که توی ظرفه. مثلا من میگم آب میخوای، میگی یه لیوان به من بده، لیوانو میگی ولی منظورت آب داخل لیوانه. اینجا شهر میگی ولی منظورت مردم شهره. میگه شهر را بفریبد الا شاه را.
همه مردم شهر رو میتونه فریب بده مگر شاه رو. اینجا شاه سلطان معنویه و الا مثلا پادشاه و اینجور چیزا که نیست قطعا. یعنی همون داوود رو همه مردم شهر یادتونه اومدن پشت اون پادشاه اون صاحب گاو و به داوود میگفتن که آقا این چه کاریه، شما حالا کوتاه بیا، فکر کنم یه اشتباهی رخ داده و اینا، چون همه ظواهر رو میدیدن اونها، ولی داوود نگاهی داشت که میتونست ظواهر رو بزنه کنار و به عمق اون ماجرا راه پیدا بکنه. خب شهر را بفریبد الا شاه را، ره نتاند زد شه آگاه را. اون نمیتونه راه زدن یعنی راهزنی کردن، یعنی فریب دادن. نمیتونه شاه رو فریب بده، مردم رو میتونه فریب بده، همه رو فریب میده. پس بنابراین تو باید با مردم باشی یا با شاه باشی، چون اگر تو در کنار شاه باشی با اون نفوذ نگاهی که داره، با اون نگاه معنوی که اون داره، به تو کمک میکنه، تو یه آرامشی داری. ولی مردم خود به قول مولانا خود چه باشد قوت تقلید عام. قوت تقلید عام چه؟ یعنی تقلید مردم عامی چه قوتی داره؟ 1000 تا باشن، 100,000 تا باشن، 1,000,000 تا باشن، اینایی که دارن مقلدانه پیروی میکنن، تحلیلی ندارن، نگاه معنوی نور راه، چراغ راه اونها نیست، فقط ظواهر رو میبینن، 1000 تا بودنشون با یکی بودنشون چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. جوابش اینه که هیچ فرقی نداره. شهر را بفریبد الا شاه را، ره نتاند زد شه آگاه را. نفس را تسبیح و مصحف یعنی چی سعی را؟ آفرین. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، دست راستش یه دونه تسبیح، یه دونه قرآن هم تو دستشه، خنجر و شمشیرش در آستین. اما یه اما میذاریم اول مصرع دوم، اما به این فریب این قرآن و تسبیحی که تو دستشه نخور. در آستینش، اینا آستینای بزرگی داشتن، تو آستین ماها نمیشه الان مثلا این چیزا شمشیر اینا قایم کرد یا خنجر قایم کرد. اینا آستینای بزرگی داشتن، فرم خاصی داشته که میشده توش اصلا مثل جیب ازش استفاده میکردن دیگه، میشده توی این آستینا یه چیزایی رو قایم کرد. میگه خنجر و شمشیر اندر آستین، ولی دستش ظاهرش داره به تو نشون میده که من با تو در صلحم، ولی در واقع تو فریب این ظاهرش نخور. اگر این ظاهر سازی رو میکنی مثل قرآن سر نیزه میمونه، برای فریبه. هیچ فرقی نداره که قرآن باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، چون حقیقتی پشتش نیست، چون قصدش از به دست گرفتن اون فریب دادن مردمه. این ابزاره، این دکانه. یه داستانی حالا توی کلیله و دمنه است، داستان جالبیه که حالا من کلیت داستان رو براتون میگم که یه جا میدونید که کتاب کلیله و دمنه به زبان حیوانات کلن دیگه. یه جای پرنده‌ای انگار یه ترقه‌ای زندگی میکرده، بعد این ترقه بعد از مدتی که اونجا بود یه کاری براش پیش میاد، بلند میشه میره، یه مدتی نیست و یه خرگوشی انگار اگر درست یادم باشه میاد اونجا، یه مدتی اون دور و بر میچرخه، میبینه که این سوراخی لونه‌ای که اینجا هست هیچ ساکنی نداره. یه مدتی منتظر میمونه و میره بند و بساطشو میاره و اونجا اقامت میکنه، ساکن میشه، اونجا رو به عنوان خونه خودش انتخاب میکنه. بعد این جناب ترقه از راه میرسه و بعد اینا دعواشون میشه، بحثشون میشه. این میگه آقا اینجا خونه منه، میگه آقا من چقدر وقت اومدم اینجا کسی نبوده، نمیشه که تا قیام قیامت اینجا تو نبودی همه منتظر بشن، بالاخره ما اومدیم اینجا ساکن شدیم. خلاصه بحث و جدلشون. ولی خب این ترقه که اونجا قدیمی بوده میگه آقا اصلا یه کاری کنیم، بریم اینجا یه حاج آقایی هست، میریم پیش این حاج آقاه، این مسئله رو از حاج آقا میپرسیم. بلند میشن میگه خب باشه، آره فکر خوبیه. میگه آقا این خیلی آدم خوبیه. میگه تو از کجا میدونی؟ میگه هر بار من از اونجا رد میشم این داره نماز میخونه. میگه خب آره پس خیلی خوبه، بریم پیشش.
بلند میشن میرن اونجا، میبینن از دور نگاه میکنن، میبینن بله این حاج آقا که از قضا اتفاقا، حالا دلیلش هم نمیدونم، یه گربه است اونجا رو سجاده نشسته و داره نماز میخونه. چقدر اونجا منتظر میشن تا اینکه نماز حاج آقا تموم شه. نمازش هم تموم نمیشه که این تموم نشده دوباره یه نماز دیگه شروع میکنه، این تموم نشده دوباره یه نماز دیگه شروع. خلاص اینا میرن جلو و شروع میکنن سلام علیک کردن. اینم گربه سن و سالی ازش گذشته بود، پیر بود دیگه. بعد میگه که بابا من پیرم نمیشنوم، بیاد جلوتر ببینم چی میگید شما. اینا میان جلوتر و میگن، این میگه من اصلا گوشام نمیشنوه، بیاد جلوتر. میان یکیشون میاد بغل این گوشه، یکی دیگه هم میاد بغل این گوشه، شروع میکنن داستان تعریف کردن. اینا سریع دست میندازه جفتشون رو میگیره و میخورتشون. تموم میشه داستان همینه. میگه که بعضی دام ها هم به شکل سجاده است، بعضی دام ها هم همیشه دام و منتظر نباشید که یه شکلای دیگه داشته باشه. این هم همینو داره میگه این یه قرآنی زیر بغلشه و یه تسبیحی هم تو دستشه و بالاخره وجنات و چهره و ظاهرش هم شبیه بالاخره آدمایی که آدم نگاه میکنیم این دیگه نمیتونه با این ظاهر همش هم داره قرآن میخونه و همش هم داره ذکر میگه و اینا، این دیگه نمیتونه مثلا از کانادا سر در بیاره. ولی یهو اتفاق میفته دیگه، میبینی که میشه. حالا بگذاریم. مصحف و سالوس او باور مکن، خیش با او همسر و همسر نکن. با او هم سفره نشو، با او همراه نشو. همسر و همسر از جناس استفاده کرده دیگه، دو کلمه‌ای که ظاهرشون شبیه هم دیگه است، جناس ناقص البته. سوی حوضت آورد بحر وضو و اندر اندازد تو را در قعر او. تو رو میاره به سمت جوب، میگه میخوام ببرم سمت حوض بریم وضو بگیریم، تا تو دلا میشی که اونجا به قول معروف دست نماز بگیری، وضو بگیری. و اندر اندازد تو را در قعر او، در قعر اون حوض، یعنی سرنگونت میکنه، میندازت تو آب. عقل نورانی و نیکو طالب است، نفس ظلمانی بر او چون غالب است. یعنی چگونه عقلی که ذاتاً نورانیه، نفس چگونه میتونه بر اون غالب بشه؟ زان که او در خانه عقل تو غریب، بر در خود سگ بود شیر مهیب. میگه دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که نفس تو خونشه و تو خونه خودش شیره. زان که او در خانه عقل تو غریبه. تو جوری رفتار کردی که عقل تو در خانه مثل این طفیلیا شده، مثل غریبه شده، اصلا یه گوشه‌ای کس کرده. ولی سگه احساس میکنه که اینجا خونه ماست، صاحب خونه سگه است، نفس است. بر در خود سگ بود شیر مهیب. مهیب یعنی ترسناک، سهمناک. باش تا شیران سوی بیشه روند، وین سگان کور اونجا بگروند. یعنی اون موقعی که شیران یعنی ولی خدا به داد یک سالکی میرسه، به داد یک درماندهی میرسه، اون موقع است که این سگان کور آنجا بگروند. مکر نفس و تن نداند عام شهر. عام یعنی عامی، مردم عامی شهر یعنی این دنیا مکر نفس و تن رو نمیدونن، نمیشناسند. او نگردد جز به وحی القلب قهر. قهر یعنی مقهور. فقط یک چیز میتونه اون رو مقهورش کنه، سر جاش بنشونتش، نفس رو. توی داستان داوودیم هنوزا. داوود به وسیله وحی القلب، به وسیله یک دانش ربانی و الهی به این چیز رسید. از خودش چیزی نداشت، اتصال او بود که او رو روشن کرد. به قول مولانا میگه دانشی که از وحی نبود از هواست. دانش راستین و اصیل دانشی که به قلب انسان میرسه، نه به ذهن و مغز انسان. در غیر این صورت هواه.
یعنی هوا و هوس یا زاده هوا و هوس. کو مبدل گشت و جنس تن نماند، هر که را حق در مقام دل نشاند. میگه هر کسی رو که خداوند در مقام دل نشاند. دل، ما عرفا قائل به مقام هستن، جایگاه دل، یعنی ساکن دل، یعنی کسی که در عالم دل وارد شد، از عالم تن رهید. اون آدم میگه مبدل گشت، کو مبدل گشت و جنس تن نماند. دیگه درسته که این جسم داره ولی از جنس جسم نیست، جسمش از روحش از عقلش داره تبعیت میکنه، نه اینکه روحش از جسمش تبعیت بکنه. مثل یه کسی که یه دونه اسب داره، بعد از اسبش همش میپرسه که عزیزم کجا میخوای بری؟ اونم که خب معلومه میگه که من کجا میخوام برم. اون همش میخواد بره تو این چمنزارا بدو کنه و بدون هدفی بخوره و بخوابه و جفتک بزنه و همینجوری بچرخه برای خودش. پس اختیار خودش رو داده به مرکبش. جسم میگه آقا مرکبه و روح انسان راکبه، یعنی اون سوارکار است. اگر راکب سوارکار اختیار مرکب دستش باشه، اگر اسبش هم یه جا ببره چراگاه اشکالی نداره که، تو اختیار دستته. ولی اگه اختیار خودت رو بدی دست اسبت چی؟ میگه اینجاست که اون اسبه همه زندگی، همه روح تو رو میبره به سمتی که لیاقت خودشه، یعنی تو رو جسمانی میکنه. ولی اگر تو اختیار اون مرکبت رو در اختیار داشته باشی، در دست داشته باشی، همون مرکب تو هم روحانی میشه، چون همنشین با توه، چون داره در جهت روح حرکت میکنه، در جهت معنویت و انسانیت حرکت میکنه. این دنیاشناسی مولاناست که من خیلی وقتا بهش اشاره میکنم که او اصلا سر مخالفت، ناسازگاری و تحقیر جسم رو نداره، تا جایی که جسم در خدمت یه بخش متعالی‌تری از وجود باشه. میگه این آقا مرکبه تو. اگر شأن مرکب خیلی عالیه، ولی اگر نه اون سوار تو شده، یعنی شما فرض کنید یه نفری که اسبش سوارش شده، اون میشه تصویر دومی. میگه اون خیلی بده، اون باید در خدمت تو باشه، تو در خدمت اون هستی. خلق جمله علتی اند از کمین. خلق، مردم، جمله، همه، علتی، بیمار، از کمین، در درون خودشون. مردم عموماً، اصولاً، علل اغلب مردم بیمارند، بیمار دل، بیمار روح. آدم ها همه اینجوری مشکل رو دارن، عموماً اینجوری هن. استثناء هستن کسانی که بتونن از این مرزها عبور کنن، از این حدود بگذرن. خلق جمله علتی اند از کمین. یار علت می شود علت یقین. یعنی علت یعنی بیماری. علت عاشق ز علتها جداست. خب علت یعنی بیماری. میگه بیماری عاشقان چیزی دیگه است. میگه که وقتی که یه نفر بیمار باشه طبیعیه که بیمارا رو جذب میکنه. اگر یه کسی طالب نور باشه طبیعیه که طالب نورها رو جذب میکنه. تو چیزای دنیایی هم همینجوریه. یعنی یه کسی مثلا دیدید اهل فیلمه، دنبال یه کسی میگرده که باهاش در مورد فیلم صحبت کنه. این برای بچه‌هایی که مثلا اهل فوتبالن، رفیقای دور و برشون رو نگاه کنی میبینی بیشتر فوتبالیا دور هم جمع میشن، چه میدونم گیمرها دور هم جمع میشن، یوتیوبرها دور هم جمع میشن، بالاخره با هم دیگه رفیق میشن، چون حرف مشترک دارن، چون یه چیزی در درونشون هست که اینا رو به هم دیگه نزدیکشون میکنه. خب من نرسیدم به این که این داستان رو تموم بکنم، چون چند بیت از دفتر دوم رو میخونم و جلسه امروزمون تموم میشه. داستان جالینوسه. جالینوس یکی از طبیبان مشهوره. یه داستان خیلی کوتاه، 6-7 بیته، ولی یه طنزی هم درش هست، خیلی جالبم هست. میگه که گفت جالینوس با اصحاب خط. یه روز جالینوس که طبیب بزرگی بود
ای تو افلاطون و جالینوس ما، به قول مولانا وقتی میخواد بگه طبیب میگه جالینوس، افلاطون و جالینوس رو میگه. گفت جالینوس با اصحاب خود، یه روز جالینوس به یاران خودش گفت مرمرا تا آن فلان دارو دهد، گفت برید بر من فلان دارو رو بیارید. یه داروی خاص، حالا خودش طبیبه و خودش پزشک سرآمد پزشکانه. پس بدو گفتن یکی ای ذوفنون، ای انسان خردمند، این دوا خواهند از بحر جنون. آقا این دارویی که شما گفتی، یه لحظه شک کرد، گفت نکنه استاد حواسش نیست. این دارو رو میدونی دارو چیه؟ این دارو دیوانگی ها. تو خواستیش، شما میخوای دارو دیوانگی بخورید؟ دور از عقل تو این دیگر مگو، دیگه این حرف رو نزن استاد. گفت در من کرد یک دیوانه رو. امروز داشتم می اومدم یه دیوانه اینجوری منو نگاه کرد. ساعتی در روی من خوش بنگرید، همینجوری نگاه میکرد، هی منو به من لبخند میزد و هی همش به من نگاه میکرد. چشمکم زد آستین من درید، اینقدر که این دست من گرفت کشید، آستین من گرفت کشید، آستینم پاره شد. چشمک میزد بهم، هی ایما اشاره با من شروع میکرد صحبت کردن. گر نه جنسیت بودی در من ازو، کی رو آوردی به من آن زشت رو. حتما یه نسبتی با من، بین من و اون دیوانه وجود داره. جالینوس در درون خودش اینجوری تجویز، موشکافانه تجویز میکنه که به این مرحله میرسه. نه این که منی که هنوز مقدمات کار رو پشت سر نذاشتم ادعای عالم رو دارم میکنم. گر ندیدی جنس خود کی آمدی، کی به غیر جنس خود را برزدی. چون دو کس بر هم زنند بی هیچ شک، در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود، صحبت ناجنس گور است و لحد. حالا در ادامه میگه که یه شخصی داشت میرفتید که مثلا یه کلاغی با یه لکلکی دارن با همدیگه پرواز میکنن. گفت عجب، اینا که جنسیتی با همدیگه ندارن، اینا چرا با همدیگه دارن پرواز میکنن؟ یه ذره همینجوری اینا رو با چش تعقیب کرد، دید یه جایی اینا جفتشون فرود اومدن، دید هر دوتاشون شلن، هر دوتاشون پاهاشون لنگه. گفت ها، اینا یه رابطه، یک جنسیتی، یه درد مشترکی، یه چیزی بینشون هست که این همه به قول معروف با همدیگه عیاق هستن. بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون، سلامت باشید. نمیدونم ساعت چنده، فکر میکنم 6 دقیق. خیلی آدمای دقیقی هستیم. حالا کوتاه اگر دوستان نکته هست ببخشید که اینقدر به قول معروف مویی رد کردیم.